اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنیم و اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره. اصلا به این 45,000 تومان خودشون نیاز نداشته باشه. خسته نباشی. سلام. چیزی نمیخوای بگی مردم ایران بشنون؟ چی بگم؟ آره. همه مردم میدونن که ما کلبر بدبختیم. توی کوه جون میکنیم. این دولت به فکر مردم ما نیست، به فکر کردها نیست. دیگه همین خدا یک دلیل داره و اون دلیلش این است که ما خودمون انتخاب کردیم که جور دیگه ای زندگی کنیم. ما نمیخوایم کسی به ما دستور بده، ما میخوایم حقوق مردم خودمون رو بر اساس مقررات داخلی خودمون رعایت بکنیم. سلام. سلام. این بیسکویته. این نون زورمونه. شب بیا نون تو همینجا یه بیسکویت بخور. شبم دیگه خواب نداریم بیهوش. یه قدری مقاومت میخواد، تحمل سختی ها میخواد. در بین راه ممکنه سختی هایی باشه، حتما سختی هایی هست، ولی سختی ها رو میشه تحمل کرد. این مردم هم تحمل میکنن. ممکنه یه وقتی بیاد ما روز 2 وعده غذا بخوریم. چرا؟ چه اشکال داره؟ حتی اگر بدتر بشه روزی 1 وعده غذا بخوریم. الان هم بعضی‌ها روزی 1 وعده غذا میخورن. مردم ما تاب تحمل را دارن. دیگه گرسنگی خوردن که بدتر از داغ جوان نیست که. چند سالته؟ ها؟ چند سالته؟ 14 سال. 14 سال. درس چی خوندی؟ نخوندم. پول ندارم. بخونم. از چند سالگی اومدی کولبری؟ 3 سال کولبری میکنم. یعنی از 11 سالگی آره. کولبری میکنی؟ اسمت چیه؟ محمد. شما چند سالته؟ 17 سال. دستکشت کو؟ دستکش ندارم. نداری؟ سلام علیکم. خوبی؟ سلام. خسته نباشی. چند سالته؟ 14. اینجا هیچی نمیتونه حرف خوب بزنه. چرا؟ نمیتونه. اینا رو ببین. خودت میتونی از اینجا بری بالا. خودت برو تا اونجا میتونی. این بد. داریم یخ میزنیم. زندگیه. دستم به تو. بگه خون گرده شدیم من فوشه. خسته نباشی. حاجی خسته نباشی. سلام. لیلا
خسته شدی؟ خسته نباشی. من خالی هم نمیتونم بیام. قلب ما انقدر تون میزنه. بندی نشه برنامه‌ای برای در واقع ساماندهی مصرف سوخت داره. ببینید جز سهمیه بندی یا افزایش قیمت راهی نداره. یعنی یا باید سهمیه بندی بشه یا افزایش قیمت داده بشه، راهی دیگه وجود نداره. چیکار باید بکنیم دیگه؟ افزایش قیمت منطقیه به نظر شما؟ مثلا تا وقتی که مردم تحمل کنن. مثلا تا وقتی که مردم تحمل کنن.